آب تصفیه شده فاضلاب یکی خوبی است که فشار را بالای آبهای زیرزمینی کم میکنه. با این معنی که ما از آب تصفیه شده میتونیم به زراعت خود استفاده بکنیم و اگر امکاناتش باشه او را در فلش تشنابه های خود استفاده بکنیم، به خاطر شستن پیاده روها از استفاده بکنیم و در ضمن به خاطر چارج کردن آبهای زیرزمینی هم از او استفاده بکنیم. و فایده بسیار عمده ای است که اقلا مفاضلاب ناتصفیه شده به دریای کابل تخلیه نمیشه. طرح ما است که ما یک تفاهم نامه داریم که شاروالی بلند منزله که از 4 منزل اضافه آباد میشن، تمام ازواج تای تفاهم نامه روان میشه به شرکت آبرسانی و فاضلاب شهری. ما در مدت 3-4 روز یک تصفیه خانه استاندارد یا تصفیه خانه استاندارد و غیر متمرکز به یا دیزاین میکنیم و در ساختمان هایی که قبلا آباد شدن و یا سالن های عروسی و حوض بازی و یا منابع که منابع تولید کننده فاضلاب هستند و قبلا آباد شدن، فعلا ما کتشاروالی در این مورد کار میکنیم که یک پروگرام با این مردم جور بکنیم و شبکه شاروالی ها به ما معرفی کنه و ما یک سیستم غیر متمرکز به یاد دیزاین بکنیم.